دکتر خیلی کوتاه به ما بگین این ویروس جدیدی که میگن از چین دوباره داره میاد، این واقعا اتفاقی که شبیه کرونا افتاد قرار هست بیفته؟ مردم نگران هستن که آیا این قرار هست شایع بشه و شیوع پیدا کنه یا خیر؟ ما یک تجربه در دوران کرونا داریم. در ابتدایی که ویروس کرونا وارد کشور شد، بعضی از مقامات کشورمون چه رسمی چه غیر رسمی اون رو تکذیب کردن و بعد از اینکه شاهد این بودیم که دارای مرگ و میر هست و دارای فراگیری هست، اعلام کردیم خط قرمزها رو گذاشتیم و محدودیت‌ها رو ایجاد کردیم. اصلا ویروس خاصیتش و بنیانش مرگ و میر و از پا افتادگی هستش. لذا این ویروس وارد کشور شده. من خواهشی که از مقامات یعنی متولیان این امر دارن با مردم شفاف باشن. بعضا ما اعلام میکنیم که نباید مردم رو نگران بکنید. مردم زمانی نگران میشن که از یک موضوعی بیخبر باشن و وقتی که با اون حادثه مواجه بشن دیگه اون زمان دیر شده. لذا بله تأکید میکنم این ویروس واقعا وارد کشور شده و ما باید از همین الان به فکر این باشیم که خدای نکرده برای هیچ کدوم از مردم ایران اتفاقی نیفته. خیلی متشکرم. زنده